من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اینجا وقتی که تابعین و متبوعین هر دو در جهنم میافتند و هر دو از همدیگه مایوس میشوند نوبت شیطان است. گمراه کننده اصلی شیطان بود در دنیا. شیطان هم خودش ملامت نمیکنه. و قال الشیطان لما قضی الامر، الله می فرماید شیطان میگه اونجا وقتی که همه امر فیصله میشه، وقتی که تمام میشه، هر کسی به جای خودش قرار میگیرد، میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا در دنیا با شما به وسیله انبیا به وسیله کتابها وعده کرد، وعده حقی کرد. و وعدتکم، من ابلیس هم یک وعده کردم، فاخلفتکم، من خلف وعده کردم، من نتونستم. و ما کان لی علیکم من سلطان، اما مرا ملامت هم نکنید که من تسلطی بر شما نداشتم. شیطان به زور و بالاجبار هیچ انسانی را گمراه نمی کند. انسان ها هستند که خودشون دنبال او می افتند. لذا شیطان میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما هیچ تسلطی نداشتم، الا ان دعوتکم، مگر فقط همین که شما را دعوت دادم، بالواسطه یا بلا واسطه، من شما را به سوی مسیر خودم فرا خواندم. فاستجبتم لی، شما اجابت کردید، با اختیار خود بنیست، شما با اختیار خودتون اجابت کردید. لذا امروز چرا مرا ملامت میکنید؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، مرا ملامت نکنید، خودتان را ملامت کنید. ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی، من نمیتوانم به داد شما برسم، به فریاد شما برسم، و نه اینکه شما میتوانید به داد من برسید. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، این اعلام براءت شیطان است. میگه من بیزارم از شرک شما. من قبل یعنی قبل از این در دنیا شما با خدا شریک میگرفتید، من از اون بیزارم. ان الظالمین لهم عذاب علیم، الله میفرماید برای ظالمان مشرکان عذاب دردناک خواهد بود. لذا این چنین آنها از شیطان و از ابلیس و دار و دسته‌اش مایوس و ناامید خواهند بود. اما بعد از این تخویف تبشیر است، مژده برای مؤمنان. الله می فرماید و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، داخل کرده می شوند، وارد می شوند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، کسانی که اعتقادشان اعمالشان درست بود. جنات تجری من تحتها الانهار، وارد بهشتی که جاری هست و ساری هست از زیر درختانش
کاخهایش نهرها، خالدین فیها باذن ربهم، همیشه در آن ناز و نعمت، در آن بهشت همیشه ماندگار هستند، اما به اذن ربشان، به توفیق ربشان. تحیتهم فیها سلام، اونجا خوش آمدگویی اهل بهشت به هم دیگر و ملاقات اونها با هم دیگر با سلام خواهد بود. همهش دعای سلامتی، دعای خیر برای هم دیگر میفرستند. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه. الله عزوجل دلیل نقلی از جمیع انبیاء اینجا بیان میفرماید و مثلی بیان میفرماید برای کلمه طیبه و کلمه خبیثه. کلمه طیبه کلمه هست که مبنایش توحید است، یکتاپرستی است، از اون توحید یعنی لا اله الا الله. و کلمه خبیثه کلمه شرکیه هست. هر دو را الله تعالی با مثال بیان میفرماید. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه. آیا نبینی چگونه خداوند مثل بیان میکند؟ مثل کلمه طیبه جلاله نوشته یعنی لا اله الا الله. کشجرة طیبه، مثال این طیبه، کلمه طیبه مثل درخت زیبا و پاکیزه‌ای هست که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اصل اون درخت، ریشه اون درخت در زمین ثابت است و فرع آن در آسمان است، یعنی شاخ و برگش. درخت هر چی که بیشتر مضبوط باشد در زمین، شاخ و برگش چی؟ شاخ و برگش هر جا در آسمان پهن است، پخش است. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، به اذن رب و به توفیق رب این درخت هر حین، هر لحظه، هر وقت، هر فصل میوهش را میدهد. این مثال کلمه طیبه هست. یعنی کلمه طیبه وقتی که در دل کاشته شد، در دل غرس شد و در ریشه های دل ریشه دوانید، این دیگه اثراتش بر اعضا، بر جوارح هست. تؤتی اکلها کل حین، در هر حین، در هر لحظه نتیجه میده. نتیجه اینه که انسان موحد، نیک عمل، کردارش خوب، گفتارش خوب، اخلاقش خوب، عملش خوب، همیشه دعا، همیشه سجده، نیایش، راضی کردن پروردگار. این اثرات چی هست؟ کلمه طیبه وقتی که در دل انسان جای داشته باشد. و یضرب الله الامثال للناس، الله بیان می کند مثلها را برای مردم، لعلهم یتذکرون، شاید مردم پند بگیرند. این مثل توحید بود، مثل کلمه طیبه بود. الان مثل کلمه خبیثه یعنی کلمه شرک. و مثل کلمه خبیثه، الله می فرماید مثال اون کلمه خبیثه کشجرة خبیثه، مثل اون درخت خبیثه هست، اون درخت بیفایده هست که اجتثت من فوق الارض. اجتثت، اجتثاث یعنی از ریشه کنده شده، اما ریشه اش در ته زمین نبوده، من فوق الارض، از روی زمین. میگویند مراد از این اون درختی هست، اون بوته‌ای هست که در بعضی بیابان هست بسیار تلخه، میوه‌ای هم داره. اینجا محلی بهش میگویند هندوانه ابو جهل، کلکشته به اصطلاح. مثال درخت خبیثه مثل اون هست که ریشه نداره، ریشه سر زمینه، بکشی در میاد. ما لها من قرار، برای او قرار نیست، ثبات نیست. کلمه خبیثه و کلمه شرکیه چنین هست. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة. الله عزوجل ثبات عنایت می کند، ثابت قدم می گرداند
اونایی که کلمه طیبه در دلشان هست، آنانی که ایمان آوردن بالقول ثابت، با قول ثابت. قول ثابت همون کلمه توحید است. فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در دنیا هم دلشون قرصه، در آخرت هم اونها مطمئنند و نمی ترسند، چون توحید و ایمان در دلشان هست. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. الله گمراه می کند ظالمان را. این ثمره کلمه خبیث است و آنچه که خدا بخواهد انجام میده. بله، از اینجا خدای عزوجل وقایع اخروی اهل مکه را بیان می‌فرماید. ای باشندگان مکه، ای کسانی که در مکه زندگی میکنید، ببینید شما در چه ناز و نعمتی بودید، در چه امنیت و آسایشی بودید. شما بودید که نعمت خدا را تبدیل به کفران کردید. خدای عزوجل نبی محبوبی برای شما فرستاد، شما به جای ایمان، به جای تسلیم کفر کردید. این کفر و شرک شما باعث شد که شما روزهای بد را برای خودتون رقم بزنید. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، آیا دیدی آنانی را که تبدیل کردن نعمت خدا را، نعمت خدا را تبدیل کردن کفرن به کفر، یعنی به جای شکر کفر کردن. منظور کی هست؟ منظور مشرکین هستند. اسکنهم الله تعالی حرمه، تفسیر بحر المحیط نوشته اسکنهم الله تعالی حرمه، خدا این قریشی ها را در حرم خودش سکونت داد، جای داد. و جعلهم قوام بیته، پایه‌گذار بیت و قائم کنندگان خادمان بیت اینها را قرار داد. و اکرمهم بمحمد صلی الله علیه وسلم، اونها را الله اکرام و اعزاز کرد با فرستادن نبی خاتم محمد صلی الله علیه وسلم. اما اینها چی کردن؟ فکفروا نعمت الله، همه این نعمت ها را انکار کردند، کفر کردند، ناسپاسی کردند. لذا اگر از این به بعد به جای نعمت نقمت آمد، به جای آسایش عذاب آمد، به جای امنیت خطر آمد، خودشون کردند، خودشون نعمت را تبدیل به مصیبت کردند. الله می فرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، آیا دیدی آنانی را که تبدیل کردن نعمت خدا را به کفر، نعمت خدا را با نعمت خدا کفر کردن، بنیسه به جای شکر، به جای شکر نعمت کفر کردن. و احلوا قومهم دار البوار، اون جرم اولشون بود ضلال یعنی گمراهی، این جرم دوم اضلال، دیگران را هم گمراه کردند. و احلوا قومهم دار البوار، و فرود آوردن قوم خودشان را، قرار دادن در دار هلاکت. دار هلاکت چیه؟ جهنم، یعنی جهنم، اون جهنمی که یصلونها. ببین اینجا خداوند از وقایع اخروی قریش مکه را بیم میده، میترساند. الله می فرماید جهنم یصلونها، آن جهنمی که داخل آن جهنم می شوند. و بئس القرار، قرارگاه بسیار بدی هست. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، این تفسیر بدلو، چطور نعمتها را تبدیل به کفران کردند. و جعلوا لله اندادا، برای خدا شریک گرفتند. لیضلوا عن سبیله، تاکه به این وسیله مردمان را از راه خدا گمراه کنند. قل تمتعوا، الله می فرماید شما چند روز بهره بگیرید، چند روز در دنیا زندگی کنید. فإن مصیرکم الی النار، مرجع شما، جای رجوع شما به سوی آتش جهنم خواهد بود. شما آخر به جهنم میرید ای مشرکان. قل لعبادی الذین آمنوا، بعد از اینکه خداوند از مشرکان سخن گفت، از شرکشان، از کفران نعمتشان، از ناسپاسیشان، حال الله عزوجل از مؤمنان و صفات مؤمنان را
و توصیه های لازم برای اهل ایمان را بیان می فرماید. قل لعبادی، این شرافت اوله که خدا نسبت به خود میده، میگه بندگان من. واقعا شرف بزرگی هست، عزت بزرگی هست که خدا به من و تو بگوید که بنده من. بله، قل لعبادی، به بندگان خاص من بگو. قل لعبادی الذین آمنوا، بگو به بندگان من آنانی که ایمان آوردند، یقیم الصلاة، نماز برپا بدارند، و ینفقوا مما رزقناهم، و خرج کنند از آن مالی که ما به آنها رزق دادیم. به چه صورت خرج کنند؟ کیفیت انفاق را هم متفاوت فرموده، سرا و علانیه، هم به صورت مخفی خرج کنند، هم به صورت علانیه خرج کنند. مخفی خرج کردن فایده خودش را دارد، علانیه فایده خودش را دارد. به صورت مخفی که شما خرج میکنید فایدهش همون اخلاص است، فقط رب میداند و بس. این کار صرفا در جهت الله قرار گرفته. اما علانیه به خاطر این هست که اولا از شما رفع تهمت میشه، کسی نگه که این بخیل است. دوم اینه که دیگران تشویق بشند، همکاران شما، هم صنف شما، اونها هم ببینن شما خرج میکنی، اونها هم خرج کنند. پس هر چیزی اثر خودش را دارد. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، وقت انفاق کی هست؟ الله میفرماید قبل از این که بیاید اون روزی که هیچ معامله در اون روز نیست، ولا خلال، هیچ خله، هیچ دوستی هم نیست، هیچ دوستی هم نیست، هیچ معامله هم نیست. اونجا فقط عمل به درد میخورد. لذا قبل از اون روز بگو خرج کنید. الله الذي خلق السماوات والارض، بعد از این واقعه که الله تعالی به واقعات آخرت یادآوری کرد، حال دلیل توحید. اینجا همیشه دلیل توحید و وقائع اخروی یا دنیوی. الله الذي خلق السماوات والارض، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را، و انزل من السماء ماء، و از آسمان آب نازل کرد برای شما، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس بیرون کرد به وسیله این آب از میوه‌ها رزق برای شما. ببین چقدر بر شما لطف دارد. و سخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامره، الله مسخر کرد برای شما کشتی را، برای تجارت شما، برای سفر شما، برای حمل بار شما. لتجری فی البحر بامره، تاکہ این کشتی در دریا جاری بشه به امر الله. و سخر لكم الانهار، الله برای شما نهرها را مسخر کرد، تمام نهرها و دریاچه های کوچک کوچک را برای شما در اختیار شما. شما هر نوع تصرفی، هر کاری تونها می کنید. و سخر لكم الشمس والقمر، الله مسخر کرد برای شما، برای نفع شما، که به شما گرمی می بخشد، به شما روشنی می بخشد. الشمس خورشید را، والقمر ماه را، دائبین، هر دو تابع هستند، هر دو نوکر شما هستند. و سخر لكم اللیل والنهار، و مسخر که برای شما ای انسان ها، اللیل، شب را، که برای راحت شما، برای آسایش شما، برای آرامش شما. و النهار، و همچنین نهار را، روز را مسخر کرد برای معیشت شما، برای معاش شما، برای کسب و کار شما. و آتاکم من کل ما سألتمو، الله به شما داد از هر آن چیزی که شما سوال کردید، هر چیزی که از شما از خدا خواستید به شما الله داد، مال داد، منال داد، امکانات داد. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمتهای الهی را بشمارید، لا تحصوها، نمی توانید بشمارید، نمی شمارید آنها را. نعمتهای الله بی حساب، بی کران. اما ان الانسان لظلوم کفار، اما انسان بیچاره لظلوم، ظلم کننده است و ناسپاس است.
انسان به جای این شکر این همه نعمت ها، به جای این که در مقابل اون رب کرنش بکند، تسلیم بشه، تمام دستوراتش را در زندگی خودش پیاده بکند، به جای شکرگزاری تشکر، انسان چی هست؟ ظلوم و کفار است. هم ظلم کننده است، بر خود ظلم می کند، آخرتش را خراب می کند، و هم ناسپاس هست، ناشاکری می کند. خب این دلیل بود، دلیل عقلی. الان دلیل نقلی، این دلایلی که الله عزوجل با عقل میفهماند، عقل انسان، که انسان اگر عقل خودش را به کار ببرد. و حال دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام، الله عزوجل نقل میفرماید از ابراهیم: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ببین ابراهیم علیه السلام برای مکه چه زحمت کشید، و همچنین ابراهیم علیه السلام در اینجا چه در نظر داشت؟ این خانه را، این بیت را ابراهیم درست کرد برای شرک یا برای توحید و یکتاپرستی؟ الله می فرماید: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد، زمانی که گفت ابراهیم بار اله قرار بده این مکه را، این شهر را، آمنا، شهر امنی. تا امروز اون دعا را می بینیم که دعا ثابت است، بهترین جای امن مکه هست. وجنبنی، و مرا دور بدار، و بنی، و فرزند و اولاد من را دور بدار، ان نعبد الاصنام، اینکه ما بتها را پرستش کنیم، بتهایی که به شکل انسانها، به شکل جنات آنان را درست می کردند. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، این علت است چرا از اونها دور باشم؟ پروردگارا این بتها، انهن ای اصنام، این بتها گمراه کردن بسیاری از مردم را، یعنی سبب گمراهی شدند. فمن تبعنی فانه منی، هر کسی که پیرو من باشد، هر کسی که دنبال روی من باشد، فانه منی، همانا او از من هست. و من عصانی، هر کسی که مرا نافرمانی کرد، تو خود دانی ای خدا، فانک غفور رحیم. ببینی کسی که گمراه بشه خدا غفور و رحیم است برش، برای گمراه که غفور و رحیم نیست. این اشاره به نکته دیگری هست. هر کسی گمراه شد بازم تو ای خدا هدایتش کن، معنیش اینه، طلب هدایت غیر مؤمنین هست، هدایتش کن سپس ببخش و برو مهربان باش. و من عصانی، هر کسی که مرا نافرمانی کرد، فانک غفور رحیم، هدایتش کن چون که تو غفور رحیم هستی. ربنا انی اسکنت، ابراهیم علیه السلام به خاطر این دین هم هجرت می کند، هم زن و بچه خودش را در اون ملک بی سرپرست، بدون بی سرپرست می گذارد، حضرت هاجر را و اسماعیل را. ربنا انی اسکنت من ذریتی، بار الها من اسکان دادم، سکونت دادم اولادم را، یعنی اسماعیل و نسلش را، بواد غیر ذی زرع، در وادی که ذی زرع نیست، کشت و کشاورزی نیست، اما بیت تو هست، عند بیتک المحرم، نزد بیت محرم تو، بیت الله الحرام، اینجا قرار گذاشتم. علت اسکان چیه؟ اینجا چرا گذاشتی؟ چرا در یک منطقه سرسبز نگذاشتی؟ اینجا از نظر عبادت سبز آباده. ربنا لیقیموا الصلاة، چقدر این نماز اهمیت دارد. پیغمبران فقط تلاششون اینه که اولادشان، نسلشان نماز بخوانند. ربنا لیقیموا الصلاة، بار الها تا نماز را برپا بدارند. لذا دعای دیگه میکنه، دعای سوم هست
که دل مردم، قلوب مردم به اونجا متوجه بشه. فجعل افئدة من الناس، قرار بده دلهای مردم را، تهوی الیهم، خواهش اینجا را بکند، هوای اینجا را داشته باشد، تمایل به اینجا داشته باشد. این دعایش پذیرفته شده یا نه؟ فرسنگ ها دور هستید، تنها آرزویتون اینه، هر وقت دعا میکنید خدایا اللهم ارزقنی زیارت بیتک المکرم، زیارت الحرمین الشریفین. دل اونجا هست، هوای اونجا را داره. عاشقان هرگاه یاد میکنند اشکشون سرازیر میشه، خواب میبینند، شب روز بیت الله را، کعبه را خواب میبینند. این اثر این دعا هست. تهوی الیهم، تمایل اینجا را داشته باشند. سبحان الله. وارزقهم من الثمرات، بار الها اهل اینجا را رزق بده از میوه ها. وادی غیر زیزر هست اما بر اونها بریز، بر اونها فراوان بباران. لعلهم یشکرون، شاید شکر گزارت باشند. ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن، بار الها تو میدانی آنچه که ما مخفی میکنیم، آنچه که ما ظاهر میکنیم. حضرت استاد رحمه الله میفرمود این اسم اعظم هست، اسم اعظمی که دعا قبول میشه. از صفات الله عز وجل، صفات بارز. ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن، بار الها تو میدانی آنچه که ما در دل مخفی کردیم، آنچه که علنی کردیم. و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. این در وسط در میان کلام ادخال الهی هست. الله میفرماید هیچ چیزی بر خدا پوشیده و مخفی نیست، نه در زمین نه در آسمان. و بعض میگه نه، ادامه کلام ابراهیم است. ابراهیم داره میگه و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، مخفی نیست هیچ چیزی بر الله در زمین و نه در آسمان. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. تمام مدح و ستایش، تمام تعریف و ثنا مر اللهی را که الذي وهب لی، اون اللهی که به من بخشید، علی الکبر بر پیری، در زمان پیری، در زمان کهولت، اسماعیل و اسحاق، فرزندم اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. ان ربی لسمیع الدعاء، همانا رب من شنونده دعاست، دعا را می شنود، دعای هر کس را می شنود و به وقت اجابت هم می کند. لذا بعد از اینکه این نعمت را به من بخشیده، الان دعای پنجم می کند، دعا برای اینکه پایبند عبادت باشد. رب اجعلنی مقیم الصلاة، بار الها قرار بده مرا قائم کننده نماز، اقامه کننده نماز. و من ذریتی، و بعضی از اولاد من را، چون بعضی خدا فرموده لا ینال عهد الظالمین، بعضی از اولادت که مشرک خواهند بود. ربنا و تقبل دعا، بار الها دعایم را بپذیر، دعایم را قبول کن. ربنا اغفر لی ولوالدی، بار الها مرا ببخش، پدر و مادر من را ببخش. وللمؤمنین، تمام مؤمنان را ببخش. یوم یقوم الحساب، روزی که برای حساب قائم میشن، برای حساب برمیخیزند. یقوم الحساب، حساب قائم می شود، حساب برپا می شود. یعنی در روز قیامت مرا، اولاد من را و اتباع من را، کسانی که پیرو من و دوستدار من هستند که ما مؤمنین هستیم، برای ما دعا کرد، همه ما را ببخش. این دعای ابراهیم و مناجات ابراهیم و احوال ابراهیم و دلیل نقلی از ابراهیم. ابراهیم این گونه بود، موحد، یکتا پرست،
در هر حاجت از خدا خواست، نه از غیر خدا. ولا تحسبن الله، بعد از اینکه دلائل تمام شدند، هم عقلی هم نقلی. نقلی گفتیم تو این سوره همین یکی است. الان الله عزوجل وقائع اخروی را بیان می فرماید، واقعاتی که در آخرت اتفاق میفته. الله پناه بده از سختی ها و عذاب آخرت. الله می فرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هرگز خدا را گمان نکن که خدا غافل است از آنچه که ظالم ها انجام میدهند. بنویسی به دلیل مهلت. وقتی میبینی خدا مهلتشون میده، فکر نکن که خدا غافل و بیخبر است از عمل کردی اونها. نه، ما غافل نیستیم، ما همه چیز را میبینیم، ما همه چیز را میبینیم، به وقت میگیریم. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. الله می فرماید که جز این نیست، الله دعوت تأخیر می دهد آنان را، لیوم برای آن روزی که تشخص فیه الابصار، چشمها در آن روز خیره میشه، چشم بازه، خیره هست، منده. بنویسی به دلیل حیرت، وحشت، از بس که متحیر و وحشتناک چشمها خیره هست. مهطعین مقنعی، الله می فرماید شتابان هستند، با شتاب می روند. مقنعی رؤوسهم، سرها بالا، همه سرها بالا، از بیم این که از آسمان عذابی نیاد، به آسمان نگاه می کنند. لا یرتد الیهم طرفهم، چشمشان به اونها بر نمیگرده، فقط بالا را نگاه میکنند، از بس وحشت میکند. و افئدتهم هوا، و دلهایشان خالی هست از شدت هول، از شدت اون روز دل خالیه، هیچ چی تو دلش نیست، فقط ترس هست. این وقایع آخرت است. الله به حبیبش میگه ای پیغمبر من، مردم را از این روز بترسان. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، مردم را بیم بده از آن روزی که عذاب می آید. روزی که عذاب بیاید، عذاب دنیوی یا عذاب اخروی. بعضی گفتن عذاب اخروی هست، بعضی میگن نه، از همین عذاب در دنیا هم بترسان. فیقول الذین ظلموا، میگویند کسانی که ظلم کردند، اشرکو، کسانی که شرک کردند، وقتی که عذاب در دنیا برایشون بیاد، ربنا اخرنا الى اجل قریب، بار اله همارا مهلت بده به مدت نزدیک، یعنی این بار مارا نکش. این دلیل است که منظور از عذاب در دنیا است، یوم یأتیهم العذاب. این بار مارا نکش، مارا از بین نبر. نجب دعوتک و نتبع الرسل، ما اجابت میکنیم دعوتت را الى توحید، تفسیر عباسی گفته، و پیروی میکنیم پیامبرانت را. الله میفرماید اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ای انسان ها آیا شما نبودید سوگند میخوردید؟ مگه شما سوگند نمیخوردید قبل از اینکه ما لكم من زوال؟ شما اصلا از این دنیا زائل نمیشید، از این دنیا نمیروید. الان که عذاب را دیدید چطور مهلت میخواهی؟ شما مگر نمیدانید که پیشینیان زوال شدند، از بین رفتن؟ شما هم از بین میرید. پیشینیان کجا هستند؟ امروز باغهایشون به دست شما، مغازهایشون به دست شما، در خانهایشون شما زندگی میکنید. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما سکونت کردید، شما در زندگی میکنید در مساکن و در خانه های کسانی که ظلم کردن بر خود، یعنی قبل از شما بودن در دنیا، ظلم کردن، شرک کردن، رفتن. و تبین لکم، و برای شما واضح شد، کیف فعلنا بهم، چیکار کردیم ما به آنها. و ضربنا لکم الامثال، برای شما مثال یا صفاتشان را بیان کردیم، همه صفات و احوالشان را برای شما بیان کردیم.
وقد مكروا مکرهم. الله زجر بیان میفرماید، توبیخ برای اونها که اونها مکر کردن، توطئه کردن، ولی هدف اینجا بیان توطئه اونها نیست، بیان وقائع اونهاست که ما از این واقعات عبرت بگیریم. وقد مکروا مکرهم، همانا آنان توطئه کردن توطئهشان را. و عند الله مکرهم، نزد الله یا در علم الله بود مکر آنها، مکر مشرکین. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، گرچه مکرشان چنان سنگین بود توطئهشان تا که زائل بشه از اون کوه، یعنی کوه را باید دور می کرد، اما خدای عزوجل مکرشان را بی اثر کرد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، هرگز گمان نکن خدا را که خدا خلف وعد میکند با رسول خودش، وعده خلافی میکند با رسول خودش، نه خیر. ان الله عزیز ذو انتقام، الله عزیز است، غالب است، امکانا یعنی میتواند عذاب بده. ذو انتقام وقوعا، الله انتقام هم میگیره، صاحب انتقام هست. چه روزی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که تبدیل می شود زمین به غیر زمین، یعنی این زمین از بین میره، زمین دیگری درست میشه. و السماوات، و همچنین آسمان تبدیل میشه به آسمان دیگر. و برزوا لله الواحد القهار، همه مجرمان ظاهر میشوند در محضر الله، آن اللهی که واحد قهار است، آن اللهی که یگانه هست و مسلط هست. و ترى المجرمین یومئذ، سرانجام مجرمین مشرکین میبینی مجرمان را در آن روز مقرنین فی الاصفاد، در زنجیرها بسته هستند، در زنجیرها قیدند. سرابیلهم من قطران، الله می فرماید جامه های اونها، پیراهن های آنها از قطران است. سرابیل جمع سربال است، سربال به معنی قمیص، جامه. قطران یه ماده آتشزایی هست که در جهنم است، یک ماده هست مثل نفت، مثل قیر، که این وقتی که آتش بهش بخورد چند برابر میشه، یعنی بر تن انسان قطران است که تو آتش بره چند برابر او را میسوزد. سرابیلهم من قطران، سرابیلشان، پیراهنهایشان از ماده آتشزای قطران هست. و تغشا وجوههم النار، الله می فرماید چهره های نازنین اونها را آتش تحت پوشش قرار میده، یعنی چهرهشون هم می سوزد. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، این علت است چرا خدا این کار را می کند، چرا خدا اینها را عذاب میده. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، ای یفعل الله ذلك، خدا این کار را می کند تا که به کیفر اعمال برساند، به جزای اعمال برساند. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، تا که جزا بده هر نفسی را آنچه که کسب کرده. اگر شرک کسب کرده جزای شرک را ببیند. ان الله سریع الحساب، این دفع همون شبه است، اینا همه را شما خواندید، چطور این همه را حساب و کتاب میگیرد. ان الله سریع الحساب، الله سریع الحساب است، زود حسابگیر است، حساب میگیرد. هذا بلاغ للناس، بعد از اینکه در این سوره همه وقایع بیان شدند، واقعات دنیوی، واقعات اخروی، حوادث و عذابهایی که در دنیا آمده، حوادث و عذابهایی که در آخرت خواهد بود، همه را که بیان فرمود میفرماید هذا بلاغ للناس، این بلاغ باد برای مردم، یعنی برسد این مطالب به مردم، مردم بدانند اینها را. چرا؟ ولینذروا به، تا که به وسیله همین بلاغ، به وسیله همین واقعات ترسانده بشوند. ای لینصحوا ولینذروا،
تا که خیرخواهی بشند و لینذروا ترسانده بشوند. ولیعلموا انما هو اله واحد، تا که بدانند که همانا آن ذات اله واحد است، خدا یگانه هست، این همه اختیارات مال او هست. ولیذکر اولو الالباب، تا که عقلمندان پند بگیرند، عقلمندان پند بگیرند، توبه و رجوع کنند الى الله سبحانه و تعالی. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل